سورة الشمس. نامهای این سوره شمس است، توقیفی است، با کتاب و اسناد ثابت شده است، چون این سوره با این نام آغاز شده است. و الشمسی و ضحاها. الله سوگند میکند با آفتاب و روشنی آن هنگام چاشتان، هنگام صبحگاهان. با آن قسم یاد میکند الله سبحانه و تعالی. و الشمس و ضحاها. و همچنین سوره و الشمس و ضحا گفته می شود. و عدد آیات این سوره مبارکه 15 آیات عبارت است. در مکه مکرمه نازل شده است. ترتیب نازل شدنش در 26 سوره است و ترتیب آن در مصحف در قرآن باشد 91 است. در مصحف 91 است. موضوعات این سوره مبارکه، سوره الشمس، سوره مبارکه در بیان قوم ثمود و عاقبت آنها، بیانی از آیه 1 تا آیه 7 بیان قسم بر این مخلوق عظیم، بر آفتاب و روشنایی آن، و همچنین بیان قوم ثمود و عاقبت آنها را ذکر یادآوری می‌نماید و بیان تعظیم شمردن شأن تزکیه نفس و تحذیر از عاقبت مخالفت نمودن امر الله با معصیت میباشد. این سوره مبارکه در بر گرفته است دو مقصد اساسی را. یکم نفس بشریت و آنچه که الله سبحانه و تعالی آن را بر خیر یا که بدی، شر، بر هدایت یا که ضلالت قرار داده است. سپس قسمت دوم قصه سرپیچی و سرکشی از قوم ثمود که قوم صالح علیه السلام بودند، هنگامی که او را تکذیب شمردند، دروغ شمردند و سرپیچی و طغیان و سرکشی کردند و در زمین بسیار فسادی و گمراهی ها آوردند و آن عاقبتی که الله سبحانه و تعالی بر بالای آنها آمد، مثل سنگ آنها را قرار داد. این معجزه رسول صالح علیه السلام بود، آنچه که از امر هلاک آنها یادآور شد و باقی ماند عبرت از برای آن کسی که عبرت میگیرد. و این یک نموذجش برای هر کافر و فاجره، هر دروغ شمارنده رسوله، که الله هر قومی را که او را دروغ میشمارند، پیامبران را، کتابهایش را، آنها را عاقبت بد منتظر خواهد بود. مناسبت این سوره مبارکه با سوره قبلیش، هنگامی که سوره بلد است، ذکر نمود اصحاب میمنه را، اصحاب یمین را و اصحاب مشأمه را و هر دو این گروه ها را ذکر نمود و در سوره شمس بر وجه اختصار فرمود که قد افلح من زکاها. در حال این سوره مبارکه را آورد قد افلح من زکاها، یعنی همان کسی که نفسش را پاک داشت نجات یافت، که اینا اصحاب میمنه هستند در سوره بلد. و قول الله سبحانه و تعالی که وقد خاب من دساها، همان کسی که نفسش را پلید ساخت، پلید داشت و آن را در معصیت عادت داد، هلاک شد، اینا اصحاب مشأمه هستند در سوره بلد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم این سوره را در نماز خفتن هم خواندند. و مناسبت این سوره مبارکه اولش با آخرش باشد، الله سبحانه و تعالی این سوره را با قسم خوردن یاد کرد بر آفتاب و آن چی که از او روشنایی پدید می آید، بیان قدرت الله سبحانه و تعالی، آفتاب، ماهتاب، شب و روز، خلقش، همه این بزرگ دلالت بر عظمت الله سبحانه و تعالی می نماید که او پروردگار سزاوار مستحق عبادت است، تنها او شریک ندارد. چون خاتمه این سوره تأکید می نماید این معنا را، بیان کمال عظمت و قدرت الله سبحانه و تعالی که او سزاوار عبادت است نه غیرش. و در اینجا الله سبحانه و تعالی اندر بیان نفس ذکر یادآوری کرد و نفس و ما سواها، و سوگند به نفس آدمی و آن که او نفس را نیکو بیافرید. این نفس آیت بزرگی از آیه ها و نشانه های حقیقتی وجود پروردگار است که او را آفرید و بر آن قسم خورد. این بالاترین مقام لطف پروردگار بر بندگانش است که انسان با واسطه این نفس اراده، قصد، محبت، بغض، هر چیزی را در خود پیدا دارد. اگر این چیزها در انسان نباشد، هم و غم و اراده و قصد و محبت و هر چیزی که هست در انسان مثل یک چوب قاق قرار میگیرد، هیچ بوده ازای نیست، مثل هیکل می شود. اما الله در انسان این چیزها را آفرید و بر انسان عقل و فراست داد تا که اینها را در نیکی صرف نماید. اما در ادامه چی فرمود؟ فالهمها فجورها و تقواها. سپس شناختی بدی ها و پرهیزگاری هایش را با او الهام کرد، نیکی راه بد و نیک را بر او الهام کرد. همه این چیز را برای انسان داد، سپس الهی بر این راه نیک و بد رو برای آنهی الهامش کرد که کدام راه نیک است، کدام راه بد است، خبرش داد. از محمد ابن کعب که فرمود
هنگامی که الله سبحانه و تعالی اراده کند بخواهد برای بنده‌اش خیری را، او را با سوی خیر الهام میبخشد تا که آن را انجام بدهد. هنگامی که برای او بدی را بخواهد، او را با سوی شر و عمل بد الهامش میکند. قد افلح من زکاها، همان کسی که نفسش پاک داشت و نجات یافت. و خواب من دساها، همان کسی که نفسش پلید ساخت و آن را در معصیت عادت کننده هلاک شد. چون نفس اگر که آن را ترک کردی، آن راه شیطان را پیش میگیرد و شیطان او را در زیر کنترل خود قرار میدهد. اگر تو نفس را لازم دانستی با موعظه در دایره ایمان آن را نگاه داشتی و ندامت خوردی از هر گناهی که کردی، انسان راه نجات را پیشه میکند. اگر انسان گناه را کردن گرفت برای وی عادت می شود و سپس شیطان بر او دخالت کرده او را به سوی هلاکت می کشاند. اما اگر از شیطان روی آوردی، سرپیچی کردی، نفس مطمئن می شود. الله سبحانه و تعالی در این آیه کریمه و الشمس و ضحاها سوگند یاد کرد. سوگند به آفتاب و روشنیش که هنگام چاش صبحگاهان روشن می شود. از آیه های عظیم بزرگ الله سبحانه و تعالی است. هنگامی که آفتاب می‌روید و الشمس و ضحاها، نورش که بر بندگان منفعت می‌بخشد، فایده می‌آورد. و القمر اذا تلاها، و سوگند به ماه که از پی آن می‌براید. و النهار اذا جلاها، و سوگند به روز چون دنیا را روشن می‌کند، زمین را روشنی می‌اندازد. و اللیل اذا یغشاها، و قسم و سوگند بر آن شب که روز را بپوشد. روز شب رو میپوشد با پردهش و شب روز رو. روز چهره شب رو میپوشاند و شب چهره روز رو، که تاریکی همه جا را فرا میگیرد. یکی شب روز رو پیگیری میکند، روز شب رو پیگیری مینماید. روز آفتاب میشود، شب ماهتاب. این عالم این گونه به یک نظام نیکوی قرار داده شده است. یک نظامی بسیار پرمضمونه، بسیار مستحکمه از برای مصلحت بندگانش. همین شب و روز، آفتاب و ماهتاب، این یکی از بزرگترین دلایل نشانه قدرت و عظمت او سبحانه و تعالی است که او بر هر چیز قادر است. تنها او است معبود، هیچ کس معبود بجز او نیست. او است سزاوار عبادت. و السماء و ما بناها، و سوگند بر آسمان با آنچه که در آنها بنا کرده. قسم بر این آسمان که الله این آسمان را چگونه زیبا و نیکو بنا کرد. قسم بر این آسمانی که الله آن را بنا کرد، که پروردگار این آسمان را بدون ستون بنا نمود. چقدر زیبا است، هیچ کجی و هیچ نقصان در آن دیده نمی شود. و الارض و ما طحاها، و سوگند به زمین و با آن که آن را پهن کرد، وسیع کرد این زمین را تا که مخلوقات او، بندگان او در این روی زمین از این زمین منفعت ببرند، تمام نوعهای منفعت را بر خود بگیرند و شکر و سپاس این نعمت را هم بجا بیاورند. و نفس او و ما سواها، و سوگند به نفس آدمی، سوگند به نفس آدمی و به آن که نیکویش گردانید، نیکویش بیافرید. مراد از نفس احتمال دارد که تمام نفس مخلوقات در آن قرار بگیرد، از حیوانها عمومی نفس. احتمال دارد که مراد از نفس که قسم خود الله بر آن نفس، این نفس انسانی، نفس انسان مکلف، دلیل بر آنچه که بعداً می آید. به هر حال نفس آید و نشانت و علامت بزرگ حقیقت وجود پروردگار و صرف نمودن عبادت از برای او را نشان می‌دهد که الله بر آن قسم خورد. این بالاترین غایت لطف پروردگار بر بنده اش است که زود حرکت میکند، تغییر می‌یابد، تأثیر می‌بیند، فعال است. از هم، از غم، از اراده، القصد، از محبت. این همان چیزی که اگر این نباشد انسان مثل یک تمثال، یک هیکل قرار میگیرد، بدون منفعت میشود. قد افلح من زکاها فالهمها فجورها و تقواها، سپس شناخت بدی ها و خوبی ها و پرهیزگاری ها را بر او الهام بخشید. قد افلح من زکاها، همان کسی که نفسش را پاک داشت، گرامی داشت، نفسش را از گناه و معصیت نگاه داشت، از عیب ها آن را پاک گردانید و اون را با طاعت عبادت الله سبحانه و تعالی تربیت نمود و اون را با علم عالی گردانید، منفعت بخش گردانید این نفس را با عمل صالح. اما وقد خواب من دساها، همان کسی که نفسش را پلید ساخت و آن را در معصیت عادت کرد و هلاک شد به سبب طغیان سرکشیش. آن نفس کریمی که الله برای او آن را گرامی داشت، آن را
با معصیت آمیزش کرد، با پلیدی ها پس گردانید و با این گناه و معصیت آمیخته کرد و آن را ضعیف گردانید و ترک نمود آنچه که این نفس را کامل میگرداند و ترک نمود آنچه که این نفس را نشو و نما میدهد و استفاده بود آنچه که این نفس را پلید میگرداند و پس میگرداند. سپس فرمود کذب ثمود بتقواها، قوم ثمود پیامبرش را از روی سرپیچی و سرکشی خود دروغ برآوردند، دروغ شماریدند. سبب طغیان آنها، سرپیچی و سرکشی آنها، رد نمودن آنها حق را و بلند و گرامی داشتن خود را بر رسولش را. برای همین اذین بعث اشقاها گفت در دوام، آنگاه که بدبخترینشان برخاست و رفت از برای کشتن شتور، آن شتوری که در قومشان آن را طلب کرده بودند. آن قبیله بدبخت شدند. فقال لهم رسول الله ناقة الله و سقیاها، پیامبر الله صالح علیه السلام بر آنها گفت که به شتور کاری نداشته باشید، همان این معجزه الله است و آن شتور و نوبت آبش باز ندارید. فقال لهم رسول الله صالح علیه السلام، آنها را برحذر میکنانید، برحذر باشد از آن شتوری که یکی از نشانه های بزرگ و قدرت و عظمت الله سبحانه و تعالی است، آن را از نوبت آبش من بسازید. آن شتوری که الله آن شتور برای شما یک آیت نشانت عظیم قرار داد، در مقابل آن روزی که الله برای وی این روزی آب نوشیده داد، در مقابل آن برای شما آن شیر میدهد. این هنگام پیامبر را دروغ شمردند، فكذبوه، او را دروغ شمردند، فاقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها، هنگامی که او را دروغ برآوردند، دروغ شمردند و شتور را کشتند، پس پروردگارشان به سبب گناهانشان بر سرشان عذاب آورد و آنها را به خاک برابر ساخت. الله آنها را شکست داد، از بالای آنها یک صدای رو روانه کرد و یک تکانی را از زیر پایشان قرار داد که آنها مثل یک کنده قاق قرار گرفتند. فسواها، بین همه آنها در این عقوبت عذاب برابری را قرار داد. ولا یخاف عقباها، سپس گفت او سبحانه و تعالی بعد از فرو آوردن عذاب از عاقبت کار آنها نمی ترسد. چگونه می ترسد؟ آن پروردگاری که بالا مرتبه است، بر بالای آنهاست، که از قهر او سبحانه و تعالی، از تصرفات او سبحانه و تعالی بر خلقش هر کاری را که بخواهد انجام میدهد، بیرون نمیشود و حکیم است در هر آنچه که قضاوت میکند از شریعتش. این است بیان تفسیر سوره الشمس و ضحاها که بیان کردیم.